سلام رفقا، به چنل فیلمیکس خوش اومدین. امروز قرار خلاصه یه فیلم ترسناک و هیجان انگیز به نام کیلینگ گراوند یا همون محوطه کشتار رو بررسی کنم که توی اون دوتا قاتل روانی به خانواده‌ای که برای تفریح به جنگل رفته بودن تجاوز میکنن و بعدش هم اونا رو میکشن، ولی غافل از اینکه در ادامه قرار دخل جفتشون بیاد. فیلم با یه زوج به نام‌های سم و ایان شروع میشه که دارن برای شروع سال نو به سمت آبشاری میرن که اون طرف هست. اونا بین راه کنار یه مغازه توقف میکنن و سم از ماشین پیاده میشه تا بره یکم خرت و پرت بخره، ولی ایان کنار ماشین میمونه. زمانی که سم داره خرید میکنه، یکی از اون قاتلا که اسمش جرمنه رو میبینیم که داره به سمت ماشینش حرکت میکنه و زمانی که ایان اون رو میبینه ازش در مورد آدرس اون آبشار سوال میپرسه که جرمن بهش میگه با این ماشین نمیتونی بری کنار اون آبشار و باید برید کنار رودخونه چادر بزنید و اگه میخواین آبشار رو ببینید باید پیاده به سمت اون برید. بعد از اون اونا حرکت میکنن و بعد از طی مسافتی نسبتا طولانی بالاخره به ورودی اون رودخونه میرسن و میبینن که یه ماشین دیگه همونجا پارکه. اونا بعد از اینکه یه مسافتی رو پیاده طی میکنن به رودخونه میرسن و متوجه یه چادر دیگه اون طرف میشن و اونا هم چادرشون رو یکم اون طرفتر میزنن. بعد از اون ایان میره تا یکم هیزم برای آتیش جمع کنه و زمانی که داره این کارو میکنه یهو چشمش به یه کلاه بچگونه میفته، اما زیاد بهش توجهی نمیکنه و برمیگرده پیش سم و ایان همون شب لحظه سال نو همدیگه رو میبوسن و عملیاتو شروع میکنن. فردای اون روز زمانی که سم از چادر بیرون میاد متوجه میشه که اون خانواده‌ای که اون طرف چادر زده بودن هنوز به چادرشون برنگشتن و میره تا یه نگاهی بندازه. اون زمانی که به چادر میرسه شوهرش رو صدا میزنه و ازش میخواد که اونم بیاد و یه نگاهی به چادر بندازه. اونا زمانی که به داخل چادر نگاه میکنن میبینن که چادر حسابی به هم ریخته و از اونجایی که یه روزه که هیچ کس به اون چادر نیومده به این موضوع شک میکنن و تصمیم میگیرن تا به پلیس خبر بدن، ولی متاسفانه تلفن اونجا آنتن نمیده. برای همین اونا تصمیم میگیرن تا با ماشینشون تا جایی که آنتن برمیگرده برن و بعدش به پلیس خبر بدن. ولی زمانی که به ماشینشون میرسن متوجه میشن که تایر ماشین پنچر شده. ایان شروع میکنه به پنچری گرفتن و سم هم شروع به جمع کردن وسایل میکنه و اونا رو داخل ماشین میذاره. بعد از اون زمانی که سم میره تا یکم آب برای ایان بیاره یهویی با صدای بلند شروع به جیغ زدن میکنه و زمانی که ایان خودش رو به سم میرسونه میبینه که اون متوجه یه بچه خردسال شده که بیهوش روی زمین افتاده. ایان که یه پزشکی اون بچه رو معاینه میکنه و متوجه میشه که اون زنده است. اونا بچه رو بغل میکنن و تمیزش میکنن و بعدش هم بهش آب و غذا میدن و میخوان که اونو از اونجا ببرن که سم به ایان میگه ممکنه که پدر مادر این بچه بیان دنبالش بگردن. که ایان جواب میده با این حالی که من از این بچه میبینم 3-4 روزی هست که اینجا گم شده و فکر نکنم که دیگه پدر مادرش بیان دنبالش بگردن. اونا زمانی که به ماشینشون میرسن میبینیم که یکی دیگه از اون قاتلا که اسمش چوک هست از راه میرسه و سم و ایان تمام قضیه رو براش تعریف میکنن و ازش کمک میخوان. چوک بهشون میگه بهتره قبل از اینکه اون بچه رو به بیمارستان ببریم یه نگاهی به اطراف بندازیم، شاید تونستیم خانواده‌شو پیدا کنیم. و بعد از اون چوک و ایان راه میافتن و سم پیش بچه میمونه. اونا بعد از طی مسافت یهویی دو نفر که خونین و مالین شدن رو میبینن و به سمت اونا میرن و زمانی که به اونا میرسن متوجه میشن که اونا مردن. بعد از اون اونا شروع به جستجوی اطراف میکنن و متوجه میشن که یه زن که زخمی هم شده و اصلا حال مساعدی نداره اون طرف روی زمین افتاده. ایان زمانی که اون زن رو میبینه میره تا کمکش کنه، ولی زمانی که داره بهش کمک میکنه یهویی چوک با اسلحه‌اش به سمت اون زن شلیک میکنه و اونو میکشه. که اینجا فیلم کات میخوره به 3 روز قبل و میبینیم که یه خانواده 4 نفره کنار یه رودخونه چادر زدن و دارن صفا میکنن. همون شب زمانی که امی و پدر مادرش دور آتش نشستن مادر امی از شوهرش میپرسه فکر میکنی تا آبشار چقدر راهه؟ که اون جواب میده فکر کنم حدود 20 دقیقه. و بعد از اون میگه میدونستید که قبلا نزدیکی اون آبشار یه قتل عام اتفاق افتاده؟ که امی با شنیدن این حرف حسابی به هم میریزه و پدرش هم برای اینکه اونو آروم کنه گیتارشو برمی‌داره و شروع به ساز زدن میکنه. همون شب زمانی که خانواده امی میخوابن پدر مادر امی یهویی متوجه آهناله کردن امی میشن و بیان تا ببینن اون چشه، که میبینن اون داره کابوس میبینه و اونو آروم میکنن. در ادامه فیلم چوک و جرمن رو نشون میده که سعی دارن مخ دوتا دافیو بزنن و چوک هم موبایلشو در میاره و از اونها عکس میگیره. که اینجا جرمن به چوک میگه یه لحظه بیا توی دستشویی کارت دارم. زمانی که چوک توی دستشویی میاد جرمن گوشی اونو میگیره و محکم روی زمین میکوبه و گوشی اونو خورد و خاکشیر میکنه. که دلیل این کار جرمن رو یکم جلوتر متوجه میشید. میدونستید با سابسکرایب کردن کانال چه لطف بزرگی به ما میکنید؟ پس لطفاً چند ثانیه از وقتتون رو بذارید و همین الان دکمه سابسکرایب چنل رو بزنید. فردای اون روز پدر و مادر امی دارن آماده میشن که به دیدن اون آبشار برن، ولی امی میگه که من نمیام و میخوام که همینجا پیش چادر بمونم. ولی قبل از اینکه پدر مادرش و برادر کوچیکترش اونجا رو ترک کنن با موبایل یه عکس از اونها میگیره. حالا امی تنها کنار چادر داره با گوشیش کار میکنه و سیگار میکشه که یهویی یه صدایی از اطراف میشنوه و احساس میکنه که یکی اون طرفاست. برای همین امی میترسه و چادر رو ترک میکنه و به طرف ماشین میره و بعد از سوار شدن درهای ماشین رو قفل میکنه.
حالا چند ساعتی از زمانی که امی داخل ماشین رفته گذشته و اون خوابش برده و میبینیم که یه ماشین که 2 نفر داخلشن به ماشین اونا نزدیک میشه. زمانی که اون 2 نفر از ماشین پیاده میشن متوجه میشیم که اونا همون 2 تا قاتل روانی یعنی جرمن و چوک هستن. اون 2 تا لاشی زمانی که میبینن امی داخل ماشین تنها خوابیده فکرهای شومی به سرشون میزنه و جرمن به چوک میگه انگار امروز شانس بهمون رو کرده. تو همینجا بمون و مراقب دختره باش تا من برم دور و اطراف و یه نگاهی بندازم و بیام. بعد از چند دقیقه از رفتن جرمن امی از خواب بیدار میشه و یهویی چوک رو پشت شیشه ماشین میبینه و حسابی وحشت میکنه و بهش میگه که از ماشین فاصله بگیره. چوک اول از ماشین فاصله میگیره ولی دوباره به سمت ماشین میاد و امی هم که حسابی ترسیده دستشو میذاره روی بوق ماشین تا پدر و مادرش صدای بوقو بشنون و برای کمک کردن بهش برگردن. پدر و مادر امی صدای بوقو میشنون و برمیگردن ولی جرمن که نزدیکتر بود با شنیدن صدای بوق زودتر برمیگرده و اسلحه‌شو در میاره و به سمت امی نشونه میگیره و بهش میگه اگه همین الان از ماشین پیاده نشی با یه گلوله کارتو تموم میکنم. که امی از ماشین پیاده میشه و درست توی همین لحظه پدر امی میرسه ولی متاسفانه نمیتونه تنهایی از پس چوک و جرمن بر بیاد و اونا مثل سگ میزننش. بعد از اون میبینیم که مادر امی به چادرشون میره و بچه کوچیکش اولیو میذاره توی چادر و سریعا به سمت ماشین میره تا ببینه چه اتفاقی افتاده. زمانی که مادر امی به اونجا میرسه و اون صحنه رو میبینه با یه ضربه چوکو به زمین میزنه و به امی میگه فرار کن. زمانی که امی داره از اونجا فرار میکنه جرمن یه تیر هوایی شلیک میکنه و به امی میگه اگه فرار کنی تیر بعدی رو تو سر پدرت خالی میکنم و امی هم سر جاش وای میسه. بعد از اون بی‌ناموسا دست و دهن هر ستای اونا رو میبندن و چوکو میبینیم که داره گوشی امی رو از توی جیبش برمی‌داره. اون 2 تا لاشی اونا رو بلند میکنن و به وسط جنگل میبرن و در ادامه فیلم متوجه میشیم که جرمن و چوک به امی و مادرش تجاوز کردن و پدرش هم به درخت بستن و با گوشی امی دارن ازشون عکس میگیرن. فکر کنم الان دیگه متوجه شده باشین که چرا جرمن توی دستشویی گوشی رو میشکنه. زمانی که چوک داره توی گالری امی میچرخه اتفاقی اون عکسی که امی قبل از رفتن پدر مادرش ازشون گرفته بود رو میبینه و متوجه میشه که اونا یه بچه کوچیکم دارن. جرمن گوشی از چوک میگیره و از مادر امی میپرسه که اون بچه کجاست که مادر امی هیچ جوابی نمیده. بعد از اون جرمن لاشی به چوک میگه میخوای دوباره بهش تجاوز کنی که چوک میگه نه. برای همین جرمن بهش میگه خب پس تفنگتو بردار تا بهت میگم باید چیکار کنی. اونا مادر امی رو هم مثل پدرش به درخت میبندن و هر ستای اونا رو با یه تیر خلاص میکنن. البته اول فیلم دیدیم که مادر امی نمیمیره و بعداً میکشنش. جرمن و چوک بعد از کشتن اونا به سمت چادرشون میرن تا بچه‌شون رو هم پیدا کنن ولی هیچ کسی داخل چادر نیست. خب از اینجا به بعد فیلم برمیگردیم به صحنه‌ای که چوک مادر امیو میکشه. چوک بعد از اینکه مادر امیو میکشه به ایان میگه من الان تو رو نمیکشم چون میخوام وقتی که دارم به زنت تجاوز میکنم تو تماشاگرمون باشی. که اینجا ایان به چوک حمله میکنه و اونو به زمین میزنه و از اونجا فرار میکنه و درست تو همین لحظه اون طرف قضیه رو میبینیم که جرمن هم به اونجا رسید و سم کل ماجرا رو براش تعریف میکنه. جرمن زمانی که صدای شلیکو میشنوه به سمت ماشینش میره و اسلحه‌شو از توی ماشین برمی‌داره و به سمت سم میره. سم زمانی که اسلحه رو توی دست جرمن میبینه میترسه و میره توی ماشین و درو قفل میکنه. ولی جرمن شیشه ماشین رو میشکنه و زمانی که میخواد سم رو از ماشین پیاده کنه اون با چاقو دست جرمن رو زخمی میکنه و بچه رو برمی‌داره و از اونجا فرار میکنه. جرمن بعد از اینکه زخم دستش رو با پیراهنش میبنده سگش رو آزاد میکنه و میفرسته دنبال سم. حالا این طرف جرمن داره دنبال سم میکنه و اون طرف هم چوک دنبال ایان. بعد از اون میبینیم که ایان میره و یه جای توی جنگل قایم میشه و چوک هم اون رو گم میکنه. درست زمانی که چوک داره دنبال ایان میگرده یهویی متوجه یه نفر دیگه که در حال دویدن میشه و فکر میکنه که ایانه و بهش شلیک میکنه. ولی زمانی که جلوتر میره میبینه که وای چه اشتباهی کرده و اون جرمن رو با تیر زده. بعد از اینکه چوک متوجه میشه که چه افتضاحی به بار آورده یهویی صدای بچه رو میشنوه. به سمت اون صدا حرکت میکنه و بچه و سم رو پیدا میکنه و اونا رو دنبال خودش پیش جرمن میاره. از اونجایی که اولی داره گریه میکنه چوک از این موضوع عصبی میشه و میاد و بچه رو از سم میگیره و اونو به زمین میکوبه. اون طرف میبینیم که جرمن اصلا حالش خوب نیست و از چوک میخواد تا اونو با یه گلوله خلاص کنه و چوک همین کارو میکنه و جرمن به گام میره. توی صحنه بعد میبینیم که چوک سم رو از یه درخت آویزون میکنه و بهش میگه که میخوام جیغ بکشی تا شوهرت بیاد و ببینه که میخوام بهت تجاوز کنم و بعد از اون شلوار سم رو در میاره و بهش دخول میکنه. در همین حین میبینیم که ایان سویچ ماشین جرمن رو برمی‌داره و اونجا رو ترک میکنه تا بره و کمک بیاره. چوک زمانی که میبینه ایان از اونجا فرار کرده حسابی عصبی میشه و میره دنبالش و زمانی که اونا دارن از اونجا رد میشن سم میبینه که بچه سر جاش نیست و فکر میکنه که ایان بچه رو با خودش برده. اونا سوار ماشین میشن و اونجا رو ترک میکنن. زمانی که چوک داره رانندگی میکنه به سم میگه چه شوهر سوسول و ترسویی داری، اون اصلا برای نجات تو تلاش نکرد. که سم در جواب بهش میگه اون فرار نکرده، اون بدون کمک کردن به من از اینجا رفته چون میخواسته که اون بچه رو نجات بده. بعد از اون سم شروع به تکون دادن فرمون ماشین میکنه و تعادل ماشین رو به هم میزنه و در نهایت این باعث میشه که اونا با یه درخت تصادف کنن. توی صحنه بعد میبینیم که ایان با 2 تا مأمور پلیس برمیگرده و زمانی که اون 2 تا افسر پلیس دارن به ماشین چوک نزدیک میشن اون چوک لاشی با 2 تا گلوله اونا رو میکشه و
یه تیر هم به بازوی ایان که داخل ماشین نشسته میزنه. بعد از اون چوک سم و ایان رو گروگان میگیره و زمانی که سم به ایان میرسه ازش در مورد اون بچه سوال میپرسه که ایان بهش میگه من اصلا اون بچه رو ندیدم و ازش خبر ندارم. و اینجا فیلم یه صحنه رو نشون میده که میبینیم سگ جرمن میره کنار بچه میشینه و میفهمیم که اون سگ بوده که اون بچه رو برداشته. بعد از اون زمانی که سم داره رانندگی میکنه یهویی فرمون ماشین رو میچرخونه و باعث میشه که ماشین چپ کنه. زمانی که ماشین چپ میکنه چوک خودش رو از ماشین بیرون میکشه و موقعی که میخواد تفنگش رو برداره سم میاد و در ماشین رو میکوبه توی صورت چوک و بعد از اون با یه سنگ بزرگ چندین بار توی صورت چوک میزنه و اونو میکشه. و در پایان فیلم میبینیم که سم و ایان توی بیمارستانن و حالشون خوبه.